إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برادران و خواهران مسلمان، دوستان عزیز، امروز در ارتباط با اهمیت و یا وجوب ایجاد نظام و حکومت اسلامی که تمام مسلمان ها در هر جای دنیا که هستند فرض است و بالایشان که یک حکومت و نظام بسیار قوی را ایجاد کنند که توانایی زیر داشته باشد که در کل دنیا اسلام تطبیق کند، عدالت حاکم کند، امنیت و دشمنای اسلام در هر جای دنیا که است اونها را شکست بده و در تحت کنترل خود داشته باشد. این موضوع که ایجاد یک حکومت و نظام اسلام یک فریضه است، بسیار مهم است، هم از نظر شریعت، قرآن و هدایت پیامبر، احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، و هم از نظر عقل. و عقل انسان هم میگه که باید یک حکومت و نظام باشد و اجماع امت هم در وجود داره، اجماع صحابه است، یعنی اتفاق است که بدون حکومت و بدون یک نظام قوی نمیشه که ما قانون خدا و دین خدا و آیین خود را لمس کنیم، ببینیم و از فواید از او، از زیبایی هایش، از عدالتش، از خوبی هایش استفاده کنیم. دلایل از این که ایجاد یک حکومت فرض یا واجب است بسیار زیاد است. قرآن اکثر آیاتش که میبینی همی است. زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم، زندگی بعد از پیامبر، صحابه، خلفای راشدین، همش بدون حکومت اونا زندگی کردن مثل یک انسان بلا روح یا جسمی که حیات نداره این تو فکر میکردن و از نظام و حکومت اسلام آنچنان دفاع میکردن مثل که از جان خود، اولاد خود دفاع میکنن. علیه اسلام نمی بودن، علیه نظام حکومت اسلام نمی بودن، بلکه جان خدا را فدا میکردن. در قرآن یک چند دلیل براتون بگویم. الله متعال در قرآن میگه که ما که کتاب نازل کردیم و یا این دین وجود داره به خاطر عزیز که تطبیق شود، تنفیذ شود، قانونش، دستورش، دستور و احکام قرآن، قوانین قرآن مختلف است، زیاد است، یعنی همه بخشای زندگی رو شامل میشه. هم شما دستور و قوانین خانوادگی داریم که خانواده را تنظیم کرده چه قسم تشکیل شود
که بدون نکاح تشکیل خانواده را بزرگترین جنایت میدانه و اونا را اسلام زنا میدانه بدون نکاح را، و او دو فرد جزا میته برش که حتی اگر مجرد باشن 100 دره زده میشد. آیت صریح سورة نور است: الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما 100 جلده. این غیر از نکاح هر نوع استفاده جنسی رابطه نامشروع زنا است و زنای جزای خود داره، و اگر عروسی کرده باشد سنگسارش میکند که شواهد دلایل یا اقرار ثابت شود. یعنی سعی کنین یک اساس خانواده تشکیلش به نکاح و این حقوق شوهر، حقوق خانم، میراث دیگه بسیار احکام داره که به صدها قانون است. همین قسم نظام اجتماعی داریم که در جامعه مسلمان ها چگونه زندگی کنند، حقوق یک دیگه خودن چه قسم مراعات کنند، چه قسم برخورد داشته باشند. این بسیار دلایل زیاد، قوانین زیاد است که را تنظیم کردگی است و همین قسم قوانین قضایی و جزایی داریم که او به صدها قانون است که مجرمین مجازات شوند، جزا ببینند. این جزا دادن یک مجرم بدون یک حکومت، بدون یک قوت و بدون یک نظام ناممکن است. امکان نداره که مجرم جزا بدی، امنیت بیاری، صلح را بیاری، نظم ایجاد کنی، نظم ببخشی در جامعه. این بیخی یک چیز واضح است، یعنی آفتاب باره روشن است. همین قسم نظام سیاسی و اقتصادی داریم که در اقتصاد از حرام اجتناب شود، کاروبار حلال باشد، مال مردم به امن باشد، به طریقای نامشروع سرقت و غصب و غیره مال مردم گرفته نشود. این حال اینجا یک حکومت میخواهد، یک نظام میخواهد که مال مردم محفوظ باشد، نظام اقتصادی مطابق قانون اسلام پیش بره. بعضی ها را میبینیم میگن نه در اسلام حکومت ضرور نیست، اسلام تنها عبادت داره خلاص. گپای میزنن که می حیوان که حیوان است، اما شعورش قبول نمیکنه، حیوان خو عقل نداره. نه این آدمایی که گپ میزنن از حیوان که بدتر هستن. در یک جامعه نظم قانون چه قسم میشه؟ بدون حکومت، بدون یک قوت امکان نداره. حال مسلمان ها یک جامعه هستن یا نه؟ یک اجتماع هستن یا نه؟ میگه هستن. حال اینجا وقتی که حکومت نباشه، نظام نباشه، چه قسم زندگی امن و زندگی راحت، زندگی که حقوق همی افراد جامعه محفوظ باشه چه قسم پیش میره؟ هیچ میگن همین قسم باشه دیگه. این آدم های سیکولارای حیوان صفت خبیث رزیل پلیتی هستن. اولی متاسفانه با اینمی خباستشان بعضی جوانا و بعضی کسایی که از اسلام بوی نمیبرن همینا را فریب میتن. اینا را ببینه و باید پشت ما زنده باد فلانی خان، مرگ به فلانی خان میدون. حیران میمانی. حالو خب بیدین و حیوان شد، تو چرا پشت ازو میدوی؟ همین نماز خانه میگم، نماز هم میخانه، در مسجد هم میآید، کلمه هم میخانه. این میره ببینی پشت امو دویده روان است. آدم تأسف میکنه که چقدر جهل حاکم است. این جهالت والله یک میده پیش الله حاضر شده نمیتونه که تو بگوی من خبر نداشتم پشت از اینی روان بودم. این میال ما اینجا گپ میزنیم، صدها هزاران عالم در دنیا نشر میشه به زبانهای مختلف که قسمی که نماز فرض است، نظام حکومت هم فرض است. مثل نماز هم فرض است، هم حکم الله، این هم حکم الله است و هم حکم الله است و او بسیار مهم است. زیرا اگر او نباشد دیگه فرایض تطبیق نمیشه. تمام فرایض، واجبات، اوامر و دستورهای ضروری اسلام بدون حکومت تطبیقش و تنفیذش ناممکن است، امکان نداره. این میال ما شما میبینیم که جهان اسلام یک حکومت قوی نداره که اسلام تطبیق کنه و نسای که چه مشکلات، چه مصیبت ها، چه حالات است. حتی یک کسی نماز هم دلش شد میخوانه، نشد نمیخوانه. اگر یک وقت خوان دیگه وقت نمیخوانه. حرام خوب اینقدر حرام خوری است
که وقتی حلال بگوی میگه کی حلال خورده؟ میگه ما هیچ حلال خوره ندیدیم. کی میگه حلال خورده؟ به ما حلال خوره میگه نشان بده. اون روز یک کسی گفت مرا دیروز، میگه بر ما حلال خوره نشان بده. میگه کلگی حرام خوره. ما ندیدیم کسی کاروبار حلال بکنه، تجارت حلال بکنه. یعنی حدثی که زیاد شده، واقعا حدثی که حرام خوری زیاد است. حالا اگه حکومتی که اسلام تطبیق کنه باشه، کسی حرام خورده نمیتونه. حرام خورا مجازات میشن، به جزای اعمالشان میرسن. زمینی حلال، تجارت حلال مساعد میکنه برای مردم. عقل خو معلوم شد که کسایی که عقل داشته باشن که حکومت نظام نخوض هم که نظام اسلامی بسیار ضرور است. حتی در جامعه کفری یک نظام ضرورت هست. اونا اسلام قبول ندارن، خودشون قانون جور کردن، خودشون جان میتن بر از اونا. نظام های خدا نه، بعضش دموکراسی نظام خدا نام مانده و بعضش کمونیسم نام مانده و بعضش سیکولاریسم نام ماندگی، سیکولار. این نظام های مختلف. اونا میگه که بدون قوانین، بدون حکومت امکان نداره. خودشان این را میپذیرن. برای ما چطور باز امکان داره؟ دلایل نقلی در قرآن خب بسیار زیاد است که الله متعال میگه ما قرآن به می خاطر نازل کردیم که حکومت بکنه. حکومت ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. الله میگه ما نازل کردیم بدون شک به تو کتابه. قانون ما هم قانون اساسی ما و هم قوانین کل قانون ما چی است؟ قرآن است. ما این را بر تو نازل کردیم لتحکم بین الناس، تا که حکم کنی. حکم چی را میگه؟ حکومت، نظام. بدون نظام حکومت حکم نمیشه. این نمیاله که ما حکومت پیش من نیست، نظام پیش من نیست. اینا خطیب هستم در این مسجد، چون که حکومت نیست، فقط تبلیغ میکنم، ارشاد میکنم، واعظ و نصیحت. این را میگن حکم کردن نمیتون. اگر بگویم این کارا نکنین بیفایده است، این کارا بکنین، اون هر دلش شد میکنه، دلش نشد نمیکنه. هزاران مولوی گپ میزنه، چرا جور نمیشه؟ حکومت پیشش نیست. پس پیامبر الله گفت که تحکمه، یعنی حکومت ایجاد کن و با حکومت دستور صادر کن. تا وقتی که پیامبر در مکه بود سیرت پیامبر شما خواندین. اگر کسی نخوانده بخوانم بفهمم. در 13 سال که حکومت نبود هیچ وعظ و نصیحت میکرد، هیچ. حتی اکثریت مسلمان نشد با وعظ و نصیحت. حتی پیامبر کشیدن، از وطنش تبعیدش کردن، اخراجش کردن، بیرونش کردن، تصمیم گرفتن که به قتل او را برسانن. بعضی صحابه و مسلمان ها را به قتل رساندن به خاطر عقیدهشان، به خاطر بعض عبادات و افکاری که داشتن. هیچ چیز جور نشد. وقتی که پیامبر در مدینه آمد جامعه را در تحت نظام اسلام جور کرد، حکومت را ایجاد کرد، نیرو را جور کرد، عساکر و ارتش مطابق هم وقت هر قدری که بود. و آهسته آهسته در داخل جامعه مدینه یک شهر است، قانون اسلام را تطبیق کرد. در سیاست خارجیش تطبیق اسلام، جهاد و دعوت این را شروع کرد. دیدین که اسلام پیش رفت. بعد از ایجاد حکومت قانون تطبیق شد. کسی گفته نمیتونست که من نماز نمیخوانم، من حیث مسلمان. کسی گفته نمیتونست که من زکات نمیتم، مسلمان هم هستم. کسی گفته نمیتونست که من حج نمیرم، دلم میرم دلم نمیرم. کسی گفته نمیتونست که من روزه نمیگیرم. کسی گفته نمیتونست که من شراب میخورم، دلم نشه میکنم دلم نه. گفته نمیتونست. حکومت بود. شراب خور مجازات کرد پیامبر در مدینه، نکرده؟ زناکار مجازات کرد. حتی در زندگی سنگسار شده زناکار که اعتراف کردن، دیگه شاید هم نبوده اعتراف. قاتل قصاص کرد پیامبر. رازانا و اختطافگرا را دست و پایشان قطع کرد.
سود از بین برد، مارکت های یهودی ها بود، تجارت مشروع اسلام، بیع و خرید و فروش مشروع را بیان کرد، در بازار میگشت خود پیامبر. و در سیاست خارجیش جهاد خدا شروع کرد، جهاد مقدس، به خاطر نجات انسانهای مظلوم که از طرف ملتایشان سرشان ظلم میشد. آهسته آهسته مکه را فتح کرد در سال 8 هجره. بعد از او فرصت پیدا شد، یک کمی که مسلمان ها حکومتشان تقویه شد، سعی کنیم پیامبر اسلام خط روان کرد. اول دعوت داد به امپراتوری فارس، کسرا، روم، قیصر، به مصر، بحرین، یا امید 8-9 کشور خطا را روان کرد. مشهور بین مسلمان شویم، ایمان قبول کنیم، اسلام قبول کنیم. اونا قانون داشتن، حکومت داشتن، اما حکومت قانون اسلامی نبود، قرآنی نبود. او را گفت بین در تحت قانون قرآن، در تحت نظام اسلام و قرآن دهی بیاین. به چی دعوتشان داد؟ آیا حکومت نداشتن؟ قوت نداشتن؟ اول قدرت های دنیا بودن، ظلم میکرد به بالای ملتایشان. در صلح حدیبیه ببینین خطای پیامبر، بعضی قبول کرد و بعضی رد کرد و بعضی سکوت کرد و بعضی خطش پاره کرد، مثل امپراتور ایران. پیامبر سمو را بدوا کرد، گفت اللهم مزقهم کل ممزق. همین قسمی خط پورا توته کردن، توتهشان کن، پرچهشان کن. همون تو شد فارس، این تو ضعیف شد، شکست خورد. وقتی که مکه فتح شد، دنیا گفتن اوه این خطر است به نظام ما، با حکومت ما، تصمیم حمله را گرفتن. پیامبر صلی الله علیه وسلم در سال 9 هجرت جنگ تبوک در برابر امپراتوری روم رفت. رومی ها بسیار نیرو را جمع کردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم با 30,000 نفر در برابرشان قرار گرفت. رعب و هیبت، وحشت در دلشان افتید، حمله نکردند. پس بازگشت کرد. یک شکست بر از اونا بود، زیرا الله برش گفته بود که لتحکمه. دیگه آیت ها در سورت مائده است. الله می انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما قرآن به تو نازل کردیم، فحکم بین الناس، در بین مردم حکم کن، و ان احکم بینهم بما انزل الله، با آنچه که الله نازل کرده حکم بکن، ولا تتبع اهواءهم، خواهشات از اینا را تابعداری نکنی. اینا در حکومت یک رئیس دولت، یک رئیس حکومت می باشد. الله میگه اطاعت از او واجب است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای مؤمنین خبردار، اطاعت کنین از دستور الله و از پیامبرش و از اولو الامر. اولو الامر کیست؟ عبدالله ابن عباس میگه عمرا و حکام، حاکمتان، رئیس دولتتان، رئیس حکومتتان، از این والی هایتان، از این اطاعت کنین. پیامبر صلی الله والی ها را در زندگی خود تعیین کرد، والی یمن، والی بحرین و مکه، اطراف از این 10 سال حکومت داری کرد، عدالت کرد، قانون اسلام را تطبیق کرد. احادیث هم بسیار زیاد است. همین که به این الله یامر بالعدل و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی که حکم میکنین، حکم بدون حکومت بدون قوت نمیشه، حکم به عدالت بکنین. ان الله یامر بالعدل، الله به عدل امر میکنه. این کلش بسطها آیت است. و هدف پیامبر صلی الله علیه و سلم در 13 سال دعوتی بود که یک حکومت قوی، یک نظام ایجاد شد و این کار کرد. الله برش توفیق داد، الله مدد کرد، نصرت کرد، بسیار زحمت ها را کشید، بسیار تکلیف ها. مسلمان های اول جان خدا ندادن، مال خدا ندادن، عزت و آبروشان از پیششان رفت تا که حکومت و نظام آمد. در حدیث بسیار احادیث است که از پیامبر صلی الله علیه و میگه اسمعوا و اطیعوا ولو استعمل علیکم عبد حبشی. اسمعوا، بشنوین، اطاعت کنین از امیرتان اگر که مقرر شود سر شما یک غلام حبشی. نگوین که سیاه‌پوست، سفیدپوست، هم زبان و ما و هم سمت ما و هم وطن و ما نیست. میگه غلام باشه، غلام قانون اسلام را تطبیق کنه، از او اطاعت کنه. حالا که ببینی در جای اسلام، تن افغانستان نیست، فلانی والی میشه، چه کار است، از کدام قوم است،
از کدام سمت است؟ زبانش چیست؟ فلانه زبان قبول نداره، فلانه قوم قبول نداره. بگوی مسلمان است، قانون اسلام تطبیق میکنه، او صحیح است، اما نه قوم هم باشه. این دیگه آدم قانون اسلام تطبیق نمیکنه، علیه اسلام خیر است، می قوم هم زبان هم است، از خودم است، از خود ما باشه. حال مسلمان های قرن 21 ببینید، اینی مسلمان است. مسلمان های قرن 21 پشت قوم. خیلی قوم پرستی دیگه چی شده؟ چقدر گناه کلان است، چقدر بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می فرماید بسیار است که من مات ولم یکن فی عنقی بیعت مات میتة جاهلیه. متفق علیه. کسی که بمرد در گردنش بیعت یعنی تعهد با رئیس دولت مسلمان نباشه، میگه به مرگ جاهلیت میمره. مرگ جاهلیت مرگ پیش اسلام، یعنی بسیار با یک گناه است، گناه کبیره. از امیر مسلمان، از رئیس دولت یک مسلمان اطاعت نکنه. البته می فرماید که اسم و اطیعوا بشنوین عمل کنین ما لم تؤمر بالمعصیه، تا که به گناه امر نشده. اگر رئیس دولت بسیار حق داره، اما اگر زمانی به گناه، معاصی، فحشا، بی‌حیایی امر میکنه، مخالفتش واجب است، اطاعتش نه، اطاعتش نکنی. و تعهد هم یک مسلمان با یک رئیس دولت با اینمی شرایط میکنه. مثلا میگه من اطاع الامیر فقط اطاعنی، کسی از امیر مسلمان، رئیس دولت مسلمان اطاعت کنه و اطاعت مرا کنه، و کسی که اطاعت مرا کنه دخل الجنه. احادیث هم بسیار زیاد است که اطاعت امیر. خب اجماع امت چطور است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از 10 سال در مدینه از دنیا رفت. مسلمان ها فکر میکنن که اول امپراتورای دنیا شکست میخوره، مسلمان ها اول قدرت میشه، باز پیامبر مرگش میاد. اما او کار نشده بود. الله رسالت رسان تکمیل کرد، حکومت ایجاد شد، نظام ایجاد شد، پیامبر از دنیا رفت. بعضی باور نمیکرد، مثل عمر رضی الله عنه که پیامبر وفات کرده باشه، گفت کسی بگوید که پیامبر وفات کرده من ایره میکشم، ایتو میکنم. ابوبکر صدیق آمد، مردم قال مقال است، یک قال. عمر گفت خاموش باش. عمر و ابوبکر چرا در وقت مطرح است؟ واضح است، به خاطر که اینا معاونین پیامبر بود در حیاتش. معاون اولش ابوبکر بود، معاون دومش عمر رضی الله عنه بود. و می خاطر یا گپ میزدن، مردم گپ یاره میشون. پیامبر بر از اینا ارزش داده بود، تقوایشان، اعمالشان. هر وقت یک مشکل میشه دوران پیامبری ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمر. حتی حدیث است پیامبر میگه اقتدوا من بعدی بابی بکر و عمر، بعد از ما با ابوبکر و عمر اقتدا بکنید. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین غیر ازی. با ابوبکر و عمر خاص دستور است. با بالای شما لازم است سنت و طریقه و هدایت ما و از خلفای راشدین، مخصوصا ابوبکر و عمر. اینا بسیار ارحم امتی به امتی، مهربان ترین امت ما با امت ما ابوبکر است. و شدهم فی امر الله عمر، شدید ترینشان در تنفیذ حکم الله عمر است. و اقضاهم علی، خوب فیصله قضا باز علی را گفتم. حال باش که علی را یاد کنیم، یگام تا میگه وای از علی رضی الله عنه یاد نکرد. چطور نمیکنیم؟ هر جای بس جای ضرورت نمیشه نمیکنیم. اینا لسه کنین وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات کرد، هنوز جنازش تکفین و تجهیز نشده. صحابه جمع شدن که امیر تعیین شود، رئیس دولت، رئیس حکومت، رئیس نظام اسلام تعیین شود. اینقدر مهم بود. اینی جاست اجماع صحابه در سقیفه بنی ساعده انصار جمع شده بود که کی را امیر تعیین کنیم. ابوبکر و عمر خبر کردن، عاجل خدا رساندن، کالی کدام جنجال اختلاف پیدا نشد. دا اومد دو رئیس دولت، دو حکومت جور نشه. زیرا دو رئیس دولت، دو حکومت در اسلام حرام است، ناجایز است.
قوت مسلمان ها را، وحدتشان، یک پارچگیشان، نیرویشان از بین میبرد. عاجل خود رساندن. گفتن کی امیر باشه؟ ابوبکر رضی الله عنه گفت که ما از رسول الله شنیدیم صلی الله علیه و سلم. سعی کنم صحابه تو ایمان داشت که میگفت پیامبری گپ گفت خلاص آمنا و سلمنا. ای تو نبود که فلسفه بگوین شاید هدفش او بوده باشه، شاید هدفش او بوده باشه. ولی یک حدیث میگه در دنبال از او هزار فلسفه میکشن، دی فیلتر پرتو، دو پرتو، دو پرتو، آخرش هیچ میکنن. پیامبر ابوبکر گفت الائمه من قریش، امامایتان قریشی می باشه. انوار انصار گفت شما. پیامبر میفهمید که قریش عرب ها با او جمع میشن. قوت مسلمان ها است که رئیس دولتشان قریشی باشه. این به خاطر قوتشان گفتن. در و مکلانایی که انصار بودن، کلانا و بزرگای اهل مدینه گفتن صحیح قبول کردیم. همه قگم من امیر و منکم امیر، امیر شما جدا از ما جدا. ابوبکر گفت امکان نداره، اسلام یکی، جامعه اسلامی یکی از، حکومت مسلمان ها واحد می باشه، باید یک نفر امیر باشه. ایران پذیرفتن. بعد از او دست خدا با عمر پیش کرد، گفت تو بسیار در حکم الله جدی استی، پیامبر تو را دوست داشت، ما که تو باید میکنیم. عمر گفت امکان نداره. گفت تو کلان ما، پیامبر تو را در هر کار پیش میکرد. در نماز واقعا که پیامبر صلی الله علیه و مریض بود، ابوبکر را پیش کرد. گفت در دین ما تو را پیش کرده، در دنیای ما تو را پیش میکنیم. گفت ما دست تبت بیعت میکنم من حیث رئیس جانشین پیامبر، خلیفت رسول الله و پیامبر رئیس حکومت مسلمان ها، غیر از که پیامبر است. بیعت کرد. بعد از او ابو عبیده ابن جراح باز انصار، دیگه صحابه کلش بیعت. علی رضی الله عنه نبود، همو امامت بیعت کرد. هیچ کس نمانده که حالا بگویم فلانی نکرده. باز خطبه خدا بیان کرد. سعی کنین بهترین امت است، مجتهد است، مفسر، هر چی که میگه. گفت ما سر شما مقرر شدیم، نمیگم که ما بهترین تان است، تا وقتی از ما اطاعت کنین که ما برای اسلام روان باشم. آفرین، توی خود برای تا وقتی که مطابق قرآن و حدیث میرم از ما اطاعت کنین. هر وقت با منحرف شدم گفت اصلاح کنین، مرا یاد بتین، مرا بفهمانین. ضعیفتان پیش ما قوی است تا که حقش از ظالم نگیرم، و قویتان پیش ما ضعیف است، یعنی نمیتونه که ظلم سر دیگه کس بکنه. اسلام نافذ است مثل پیامبر، هیچ کمبودی اجازه نیست کسی کم کنه. بعضی قبایل گفتن ما زکات نمیتیم. گفت برین، گفت چیزی که با پیامبر میکردین همون کارا بکنین. گفت قسم با الله والله من فرق بین الصلاه و الزکات لو قاتلنه. کسی بگه که نماز میخوانم زکات نمیتم، میجنگم با امرایشان. جنگید با امرایشان، شکستشان داد. مردم بعضی خیز بیدین شد و تمام در یک سال شورش ها را آرام کرد. سال بعدی گفت قانون اسلام باید پیشروی کنه، عراق فتح کرد، پیشروی به طرف انسان های ظالم. سعی کنین یعنی اقدر یک فریضه است حکومت داری و نظام اسلام داری که هنوز جنازه پیامبر صلی الله علیه و خوانده نشده، امیر تعیین شد. اجماع است، اجماع صحابه است. این حال سعی کنیم پیامبر صلی الله علیه و اقدر به این نظام حکومت درجه میتم، میگه اگر کسی به خاطر تطبیق نظام الله، به خاطر پاسداری از نظام و حکومت اسلامی جان خود دست بده، شهید است. همین که الله در قرآن میگه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا یا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. گمان نکنی کسایی که کشته میشوند فی سبیل الله. فی سبیل الله چی است؟ لإعلاء کلمت الله، به خاطر عالی کردن کلمه چیست؟ حکم و دستور الله، قانون الله. قانونش چیست؟ قرآن، سنت. گمان نکنین کسایی که در ایران کشته میشن که قانون الله نافذ باشن، نظام الله، حکومت الله، یا گمان نکنین مثل مردا، بلکه اینا زنده هستند، پیش ربشان رزق داده میشن. این شهادت به این داد که از نظام اسلامی، از حکومت اسلامی، از قانون اسلام جان خودم میته پیش الله قرضش داد.
از شهید که کسی درجه بالا نداره، شهادتش فقط بین می خاطره دیگه، یعنی او کدام کمال نداره پیش الله. پیامبر صلی الله علیه و گفت که کسی که به خاطر حاکمیت دین الله من قاتل لتکون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله، کسی که می جنگد تا قانون الله در دنیا حاکم باشد، اینی در راه الله است، اینی میمره شهید است یا کشته میشه. اگر کشته میشه شهید است، میمره پیش الله بسیار درجه داره. چقدر ارزش دارد حکومت و نظام، اینا خوب بفهمیدیم. 16 سال حکومتی که پیامبر ایجاد کرد از نگاه تاریخی ادامه پیدا کرد. در سال 1924 هم یک حکومت واحدی که مسلمان ها داشتن به نام خلافت عثمانی که میگفتن، اونو مسلمان ها حکومت خدا نه دست دادن. بعد از اون مسلمان ها با حکومت های مختلف تقسیمات به اساس قوم و قبیله، حکومت به اساس چی جور کردن؟ قوم و قبیله، زبان. این همیال تاجیکستان یک حکومت است یا نی؟ موجه کدام قوم است؟ قوم تاجک یک حکومت جور کرد. ازبکستان، ازبکا خیستن یک حکومت به نام خود. ترکمنستان، ترکمنا خیستن به نام خود یک حکومت جور کردن. حالی همی سه قوم جور کرده، دیگه قومایی که در تاجیکستان در اینجا آمد، تاجیکای افغانی. حالا همیام که برن بگن ما هم تاجیک هستیم، برو شما رو قبول ندارم. نه، تاجیکستان اونو منطقه، ازبکستان ازبک اوزو منطقه، ازبکای جرام قبول ندارم. ترکمنستان او منطقه و همین قسم افغانستان. پیش از نام افغانستان خراسان بود. افغانستان شاید که دیگه حالا من تحلیل نمی کنم که از اکثریت کسایش در وقت برادرای پشتو زبان بودن، افغانستان نام مانده، یعنی به نام یک قوم. افغانستان این افغان، قوم افغان. این قوم افغان چقدر است؟ سابق میگفت 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 34 میلیون. عزیز یاد کدام کسی دیگه اینجا گنجایش داره؟ نه میگه. اگر افغان است از نسب اینا خوب و غنی، اگر نه اینجا نمیتونه زندگی کنه. عرب خیست، عربستان با بین عرب ها کلش یک زبان، قطر و کویت و بحرین و عمان و قجور کردن. نه امارات متحده عربی که میگه، اونا حکومت های جدا، بیرق های جدا، هر کدامیش دشمن دیگهش، هر کدامیش علیه دیگهش. حالا ما حکومت بیش از 50 کشور داریم، هیچ. سابق یک حکومت داشتیم در دوران پیامبر، تا 13 قرن چند حکومت داشتیم؟ یک. کل دنیا را رهبری میکرد، کل مسلمان ها تحت یک جغرافیا یک بیرق واحد داشت، یک اقتصاد دنیا را رهبری کرد. کسی مسلمان ها توهین کردن نمیتونست، کشتن شخوبان. حال هر جای از گنجش که آسان است، حیوان حق داره. مسلمان روزی 1000 10,000 کشته میشه، هیچ فرصان نیست. حالا که بیش از 50 حکومت داریم، هیچ فکر میکنی که هیچ وجود نداره. همیال مسلمان های غور در چین ببینین، 1 میلیون مسلمان بندی به خاطر جرم نماز کشته شده رایست، شکنجه شده رایست. کسی پرسان شکنه میتونه؟ کدام حکومتی که مسلمان محکومش کردن؟ محکوم بگویم محکومش میکنیم، به شدت الفاظ به می زبان گپ زدن نمیتونه. این همی گپ واضح است، عقل داریم یا نداریم. ولی باز که بگوی تو حکومت چطوری؟ سوپر طاقت، سوپر پاور، نامای کتا کتا سر خود مانده. پاکستان در جهان 7مین کشور دنیا، اتم بم داره میگه، اتم بم با چی به درد میخوره اتم بم؟ همون کسی که مسلمان هم میکشه چاپلوسی غلامی و نموره که داره که اتم بم بش غلامه. ما ندیدیم که پاکستان چین محکوم کنه، به زبان محکوم نکنه. کی محکومش کرد؟ رئیس جمهور امریکا. ترامپ گفت که ما محکوم میکنیم چین. این همیال تحریم اقتصادیش کرده. چرا مسلمان های ایغور ترکستان شرقی را به خاطر عبادت و به خاطر عقیدش مجازاتش میکنیم؟ فرانسه محکومش کرد، انگلیس محکومش کرد. یک مسلمان نه صدای خدا بکشم. باز چی میگن؟ این حکومت ها به اساس ضرورت ها بنا شدگی است، ما باید حمایت کنیم. الوطنیه، برو دیگه، وطن
یا کفن یا ای و یا او. تباه کرد ما شما. حکومت و نظام در اسلام یک فریضه است، بسیار مهم است. ایجادش، تطبیق هر قانون اسلام بدون حکومت شده نمیتونه. این نمیاله دینمی خانه دینمیاله این وقت نماز است. با صدها نفر خواب است، چیزش در موبایل، چیزش در چیز، هیچ نماز نمیخوان، حتی در عید هم نمیاد. نام یکم تا را عید محمد و اختر محمد ماندن، نه تنها در عید میاد، هیچ در عید هم نمیاد، در عید هم نمیبینیش، در جمعه خو هیچ نمیبینیش، در پنج وقت قطعا نمیبینیش. از اسلام بوی نمیبره. بوی همین کلمه تا لا اله الا الله چی معنا؟ یک قدره که میگم من میفهمیدم باید مولوی یک مسجد میبود. یک معنی کلمه خدا بفهمم باید مولوی کجا باشه؟ مسجد باشه. چیز که چرا جهالت است؟ حکومت که باشه اسلامی میگه هر کس در جماعت پنج وقت نباشه اینی جزا. در جمعه نبود این جزا را داره. در ظرف یک سال قرآن یاد نگرفت اینی جزا برش. یک سال پل چرخی بندی خانه. باید ببینیم کی یاد نمیگیره. کلگی ای تو علم می داشته، ای تو فهمیده، ای تو عبادت، ای تو اطاعت. اگه ای گناه را کرد اینی جزا، اگه ای گناه را کرد اینی جزا. در این وقت تشویقشان میکنه، ترغیبشان میکنه. حکومت بسیار مهم است در اسلام. حکومت با طبعا بیرق‌ها داره. بیرق‌های پیامبر مختلف بوده. از بیرق این علامه و نشانی عزیز که این نظام شیعی است. پیامبر در بیرقش کلمه توحید بود. بعضی وقت بیرق سیاه، بعضی وقت سفید، یعنی مختلف استعمال کردگی است بیرق‌ها. بعضی میگن که پیامبر بیرقش واجب است، بعضی میگن سنت مؤکده. خب بیرق باشه. حالا من شنیدم، خبر نبودم، مثل مسابقه بوده، اینقدر دمی چیزا ارزش نمیده. روز بیرق نه یک روز دیگه به نام بیرق شده. من گفتم این روزا از مردا و زنا و اطفال و دیقان و همه خلاص شد، در بیرق مال یک روز شد. ما چون که حالا شاید یک روزم به نام روز موتر هم جور کنن. روز موتر، روز بایسکل نه، روز چی، یک روز تخصیص بتیم نه، یک روز هم شاید لباس باشد، روز پیران تنبان نه، با دیوه پیران تنبان ها رو بپوشین چی کنین. بیرق در نظام اسلام به خاطر که جمع شوند اکثر در جنگ ها و لشکر ها استعمال میشد، این وجود داشتگی است. دیگه من تاسف دوستا به این میکنم که یک کسی اسلام میفهمه، قانون اسلام، به خاطر از او جان دادن شهادت است. وای به او کسایی که علیه اسلام جان خود میته، علیه اسلام، علیه نظام اسلام، علیه قانون اسلام جان خود میته. جان بسیار جای تاسف است، بسیار خسران کلان است، بسیار زیان و تباهی است، هلاکت و بربادی است برای یک مسلمان. الله میگه به خاطر نظام دستور ما جان تبته که به حیات ابدی بری. او میگه علیه از او جان خدا میته. افتخارم میکنه من فلانی خان شدم، این شدم، اون شدم. همین دشمنای اسلام استعمال میکنه ما و شما را، به منافع خود استعمال میکنه. جوانای ما را بسیار جگرخون میشیم، غمگین میشیم که چرا این جوان دنیایش هم خراب شد، آخرتش هم خراب شد. چرا این جوانی تو شد؟ این نیست که ما خوش شویم خوب شد این قدر مسلمان کشته شد. نه، اما میگیم چرا این مسلمان درک نمیکنه، چرا عقیده خدا، چرا ایمان خدا، چرا به الله خالق کائنات باور نداره، به یک کافر بدبخت به او اعتماد داره، به او باور داره. دوستا اهمیت نظام و حکومت اسلام باید بفهمیم و برای جان دادن، هر نوع مصرف کردن، کلش عبادت، اطاعت، خوشبختی، سعادت است. صحابه واقعا این کار کردن. بعد از ابوبکر صدیق که عمر رضی الله عنه 2.5 سال ابوبکر در قدرت بود پیشروی کرد. در 1 سال شورش ها را عمر رضی الله عنه 2.5 سال آمد، اول قدرت های دنیا را شکست داد. در دوران حکومت عمر رضی الله عنه مسلمان ها اول قدرت دنیا بود، هیچ رقیب نداشت. دنیا اینقدر عدالت بود که کافرها از سرزمینای خود در سرزمینای ما می آمدن. الحمدلله در دین اسلام به یهود نصارا اجازه است که بیاید با شرایط زندگی کنه. اونا اینجا می آمدن. این تو امنیت بود، خوشبختی بود در دنیا. هر جای می رفت در 3 قاره مسلمان ها یک حکومت داشت. بعضی را تاریخ نمی فهمند. آسیا، افریقا و اروپا. خب
این اسپانیا را فتح کرد. بخاطر تطبیق عدالت، جانگشایی نبود، ظلم نبود، نظام عدل الهی حاکم شد. مظلوم انسانای مظلوم نجات پیدا کنند. حقوق مرد و زن در اونجا برش داده شد. او وقت زن کسی انسان تا نمیگفت. هیچ حق بر زن قائل نبودن. همین خود اروپایی ها در وحشت زندگی میکردن. در 3 قاره مسلمان میخواست از همیشه در مرکب خود اسب خود بشینه تا اسپانیا سر اسب بره، کسی او را چیز نمیگفت کجا میری، یا مرا پاسپورت تا مرا ایتا. حال ما شما از اینجا تا کمی موتر تیز کنیم ترخان میرسم و مسلمان شیخ چرت از این میگم قبولیت دور بخون کجا میری؟ ما مسلمان هم نه، همون پاسپورت تا هم چیر میکنم او را مسلم میپرد. ایشو میری تاجیکستان میرسه، اوشو میری ازبکستان میرسه. در اینجا با ما زندگی را تنگ کرده. جنگ از بزن او بزن ای بزن او بزن. حالا میگن کجا بگریزیم؟ نه، رای گریز هم بر مردم بند کردم. بسیار ظلم است. کل چیز که نظام اسلام، حکومت اسلام قوی که تطبیق کنه تا که قانون اسلام تطبیق نشه، تنفیذ نشه، اونجا دیگه ما دارای عزت و دارای آبرو، دارای آرامش، امنیت، صلح این گپا شده نمیتونه. دیگه الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه که کار کنیم، متحد بسازیم، خدا بیداری بتیم. بسیاری مردم ما نمیفهمد که یک حکومت قوی باز ما آسان است. آیا سوال اینجاست که در آینده مسلمانان دارای یک حکومت قوی میشه یا نه؟ بعضی نمیفهمم. بله احادیث بسیار زیاد است. پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن آیات هم است بشارت داده است که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم. الله می در آینده هر وقت مؤمنین صالح باشن ما قوت دنیا را برشان میتیم. لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولا یمکنن لهم دینشان حاکم میسازه. این شدنی است. پس مسلمان ها این مرزهایی کلش خودشان رسوم میکنن، کلش برادر میشن، تاجیکی و ازبکی و ترکمن و پشتون و عرب و ترک و کلش یکی میشن. دوباره مثل سابق میشن، متحد میشن، در دنیا عدالت حاکم میشه، این ظالما گم میشن. اما تا مو وقت که میشه نمیشه معلوم نیست میشه میال مرگ ما و شما بیا. شما خود غلط استعمال نکنید. زنده باد مرده باد ناحق زنده باد نگو. بسیاری گپا و اشاره خطرناک است. پشت آدم ظالم، پشت آدم مفسد، پشت آدم فسادکار زنده باد مرده باد گفته ندار. هم عبادت کنیم، هم اطاعت کنیم، هم آگاهی بتیم و هم دعا بکنیم. دعا بسیار مهمه که الله ما مسلمانان را یک وجود، یک پارچه، یک جغرافیا دارای یک حکومت و نظام قوی بساز. این مشکلات ما را حل کو. مثل که در دوران پیامبر خلفای راشدین بود، اینمی تو یک حکومت الله با ما بیاد. پیش الله آسانه. خود اصلاح کنیم، فساد نکنیم، فکر کنیم که میال حکومت اگر باشه این جزا ما گناه نمیکنیم. حالا الله ما میبینه. بیایم که گناه نکنیم، گناه خدا ترک کنیم، از هر گناه توبه بکنیم. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم.